درود بر تو رفیق من سروشم و بذارین همین صبح زیبای شنبه یک تبریک بهتون بگم. البته الان شما دارین این ویدیو رو میبینید ظهره. به هر حال تانگالوا خودش نه ولی میراثش، پدرش و داداشش قهرمان کمربند تگ تیم شدن هفته گذشته. حالا چرا خود تانگالوا رو اخراج کردن حالا که پدرش هاکو اومده و مدیریت این تیم رو به دست گرفته؟ داداشش هم که قهرمانه. خب اینا جاشون خوبه، یعنی به درد دبلیو فعلا میخورن. تانگالوا دیگه اسمش داشت زیادی بزرگ میشد، از خود کمپانی داشت بزرگتر میشد، برای همین گذاشتنش کنار که موقع آره کمپانی بیرحمیه. مسابقه برای کمربندی قهرمانی تگ تیم رو داریم همین اولش رو که مقابل دیمین پریست و جان سیا قرار میگیرن. MFT جان سیا همون آرتروده. 2-3 سال پیش قرار بود یک کاراکتری به اسم جان سیاه بسازیم، تو تلگرام هستش و یادتون باشه پست میذاشتیم، نشد. ولی اینجا آرترودو داریم به عنوان جان سینای سیاه. کامبک جان رو هم انجام میده، یو کنسیمی و فارگناکل شافل هم میزنه و نهایتا ای ولی تالا نمیذاره کار تموم بشه. دیمین دست به کار میشه و میخواد تالا رو از مسابقه خارج بکنه، ولی خودش با چوکسلم از روند مسابقه خارج میشه و آرترود توی رینگ اسیر پسران هاکو میشه و با انجام فینیشراشون گروه MFT میتونن پیروز مسابقه بشن و کمربند تگ تیم رو نگه دارن. البته که دیمین پریست با اینکه عصبانیه ولی جهان مشکی رو بغل میکنه و فعلا قراره به کارشون ادامه بدن. دیمین پریست از اون سوپر استری که به نظر من دیگه تایم می‌خواستن بزرگش بکنن جواب نداد، دیگه هم همینجا میمونه، همین وسط مسطایشو. پانک میگه امشب تو زمین دشمنم و این باعث میشه قوی‌تر بشم. کوین هنوز تو 20 سال پیش گیر کرده. اون میگه من تغییری نکردم، ولی خب خودش هم تغییری نکرده. رندی میاد و میگه بعد از اینکه کدی رو جلوی چشم خانواده‌اش شکست دادم میام سراغ تو برای قهرمانی 15 ها. پانک هم میگه منتظرت هستم. دو تا نکته. پانک میگه تو زمین دشمنم چون امشب مسابقه داره با کوین اوونز توی شهر خود کوین اوونز سر کمربند آندیسپیوتد. رندی هم میگه که میخوام کدی رو شکست بدم توی شهر خودش، حالا جلوی چشم خانواده‌اش. اونم مربوط میشه به ببخشید ساتردی نایت مین ایونت که البته قرار یک شنبه برگزار بشه، ساندی نایت مین ایونت این دفعه. تروک ویلیامز رو داریم که لیلیاتی امراشه. این لیلیاتیه ولی خب یاچی نوشته میشه و منو یاد از این شوخیای شوهرعمه‌ای هستش، دیدی میگن امشب نوشابه بزنیم یا چی. آره یاد اونم میندازه وقتی بخوام به فارسی فینگلیش تلفظش بکنیم. تریک میگه برن کوربن بدون تقلب نمیتونه منو ببره. میدونم که الان اینجای برن، تو بکستیج دیدمت، پس اگر چیزشو داری بیا اینجا تا قهرمانی رو پس بگیرم. برن کوربن بدون کمربند میاد و میگه دادم موهای کمربند کوتاه کنه. خدا شکرت. خیلی کمربندی زشتی بود. انشالله دوباره مودر نیاره بیفته دست تریک ویلیامز دوباره پر بهش بچسبونه. لیل با چی میزنه تو شکم برن کوربن تو از رینگ بره بیرون. برن هم فشاری میشه، میگه تو ساندی نایت مین ایونت میبینم تریک، ولی در یه صورت، اونم اینه که هم من غریتی لیل یا چی 5 دقیقه مقابل من دووم بیاره. تو 5 دقیقه دووم بیاره. حالا فکر کنم نیاز به پیروزی هم نباشه تو با توجه به صحبتایی که انجام دادن. تریک ویلیامز و برن کوربن متاسفانه باز هم مسابقه میدن. خیلی مسابقه قشنگیه، خیلی فیود مهمیه. 1 ماه دارن مسابقه میدن. فین به کوین میگه خوشحالم برگشتی، فقط کاش وسط مسابقه من نبود. گونتر هم میاد و میگه نمیخواد نگران فین باشی، اون الان فقط یه سایه از فین بلره، بهتره که نگران خود گونتر باشه. ولی گفتش این فین بلر سایه از فین بلره. این زمستون رو نبین، این فیلم بدرم بدبخت بهاری داشت. یه ژاپنی دیگه هم پیش خودش آورده و با هم دیگه گروه MFT رو تهدید میکنن به هر جمعهش تا کمربنده رو از چنگشون در بیارن. واقعا مهم نیست، یعنی همین چیزی که شنیدین کافیه. حتی من نمیدونم این کاراکترها کیه، اینو که اصلا نمیشناسم. من نمیدونم، به تو که فرصتی نمیدن مرد ژاپنی محلی. پاشو برو AEW، برو ژاپن، نیو ژاپن. رندی اورتون وارد سالن میشه، به کودی میگه 2 هفته دیگه تو شهر خونگی دهن تو جلوی خانوادت سرویس میکنه. کودی میگه چرا 2 هفته دیگه، بیا همین الان انجامش بدیم. نیک کفتار آبی اسمکدان میگه نه از این خبرا نیست، دستتون به هم بخوره دیگه نمیذارم سر آن دیسپیوتد مسابقه بدین. رندی میگه پس ریسک نمیکنم، نمیخوام جلوی قهرمانی 15 خودمو بگیرم. در مورد هفته پیشم که میخواستی من رو بکنی، این دومین بار تو این ماه این مشکل داره پیش میاد. این ل و ب کنار همدیگه روی کیبورد. من میام یه سری خلاصه بنویسم، این له تبدیل میشه به ب. مینویسم له کنی در ذهن خودم، ولی در واقع اونجا نوشتم بکنی.
در مورد هفته پیش که می‌خواستی منو له کنی جلوتو گرفتن. در واقع هفته پیش چیز خاصی هم نداشت اسمکدان، یعنی هر چی که اونجا اتفاق افتاده مهماش تو اینجا بهتون میگم. کودی جلوی حمله رندی اورتون رو گرفت و خودش میتونست با ضربه صندلی کار رندی رو تموم بکنه، بهش آسیب جدی وارد کنه، ولی خب جلوشو گرفتن و خودش هم انگار اونقدر تمایل نداشت این کارو انجام بده. رندی میگه من تو رو بهتر از خودم میشناسم، میدونستم اگه با صندلی میزدی تو سرم نمیتونستی با خودت کنار بیای، ولی من میزدمت، هیچ مشکلی ندارم چون خود واقعیم همینه، ولی تو آدم خوبه ای. این جمله برای من خیلی سنگینه. من معمولا از ویدیو خارج نمیشم، از موضوعی که داریم بهش میپردازیم. 4 ساله دارم ویدیو میگیرم تو محتوای کشتیکش. حالا دیدین در مورد خودم خیلی صحبت نمیکنم دیگه، ولی این جمله برای من خیلی سنگین بود. من همونجا شو رو گذاشتم کنار، دیگه نگاه نکردم. تو آدم خوبه ای. من الان تو زندگیم تو همچین موقعیتی دقیقاً قرار گرفتم. من آدم خوبه بودم ولی دارم بد میشم. من خیلی حد و مرز برای خودم گذاشتم. خیلی سعی کردم با شرافت زندگی بکنم. الان دقیقاً جاییم که میتونم همه‌شو بشکنم، یعنی کاملا هم شرایط مهیا. میتونم یه آدم بد بشم. نمیدونم، شاید با وقتی آدم خوبی هستیم همیشه منتظریم که یه دستاوردی بهمون برسه بابت این خوب بودن، یه جایزه‌ای منتظرش هستیم گیرمون بیاد. من اینطور نبودم، ولی انتظار داشتم که اتفاقات بدی، آدمای بد پیش روم قرار نگیرن، اونایی که در اطراف من هستن، کنار من، انتخابشون میکنم و همین برای من کافی بود. منتظر دستاورد نبودم. ولی اینکه میگم میخوام آدم بدی بشم، فکر بد نکنید. اون حد و مرزی که گذاشته بودم، اون چیزی که فکر میکردم راه درستیه برای خودم در پیش گرفته بودم برم رو باید برگردم. شاید دیگه سال 2026 این مدل زندگی کردن جواب نمیده. کودی میگه اون همه کار رو من کردی، از پشت بهم خنجر زدی، حتی تو رسلمانیا سرمو شوت کردی، چرا من نباید بزنمت؟ نه میزدمت، من اینا رو از تو یاد گرفتم. حالا هم یه چیزی من بهت یاد بدم، برو قهرمانی 15 16 17 حتی 18 رو بگیر. ولی بازم تهش برمیگردی به خودم، کسی که قاتل افسانه رو میکشه. این یه پیش بینی نیست بلکه یک اسپویله. ولم کن دبلیو. حالا میخوایم ما اینجا فکر بکنیم که پاول هیمن الان موکلی نداره، منیجر کسی نیست، میاد سراغ کودی. نه ولم کن. مسابقه کوین اوونز چالنجر در مقابل قهرمان آن دیسپیوتد سی ام پانک تو شهر خود کوین اوونز هم هست. پس روحیه بالاتری داره. پدر سی ام پانک رو در میاره، از روی بریکت فراکس پلش میزنه به سی ام پانک روی میز. توی رینگ هم سوانتیان بامبو میزنه اما موفق نیست تا بازی دست پانک بیفته. بعد از یه مقدار زد و خورد و البته جی تی اس ناموفق به داور برخورد میکنه. هم کوین اوونز در نهایت سی ام پانک تا داور بیفته. استانر رو از کوین اوونز میبینی، ولی خب نه، داوری نیست که بشماره، حتی از 3 هم بیشتر شد شمارش. داور نیست. هر وقت داور نیست یعنی اتفاق قراره بیفته. اینجا دخالت آدم خوبه رو داریم که تبدیل میشه به آدم بده، داره تبدیل میشه. در واقع سمی زین میاد، پانک رو میکوبه به رینگ پست، میفرستتش تو رینگ. یه استندر دیگه از کوین اوونز میبینیم، به نظر داره کار تمام میشه، ولی نه، کیک اوت میکنه پانک. حالا اینجا سمی زینه که باز در نبود داور کمربند رو میندازه تو رینگ و از کوین میخواد ازش استفاده بکنه، با کمربند ضربه به پانک بزنه. اون با اینکه خودش قهرمان نیست مشکلی نداره، میخواد کمربند دست آدمی که به نظرش خیلی بده، یعنی سی ام پانک نباشه. کوین اوونز میگه نه الان وقتش نیست. سمی زین میگه چی الان وقتش نیست؟ بابا بی انتقام ما رو بگیر. خودش میزنه کوین اوونزو. حالا سی ام پانک که گو تو استیپ جی تی اس رو انجام میده، کاور و تموم، کمربند پیشش میمونه، اما سمی زین باز میاد و ترتیب آقای سی ام پانک رو هم میده. احتمالاً مسابقه اگر ثبت بشه ممکنه مسابقه 3 نفره‌ای باشه. البته خیلی تو صف کمربند آن دیسپیوتد هستن و گونچر هست، باز فیلم بندر میگیم هست. رندی اورتون حالا فعلا فیودش با کودی هم همینطور، اونا فعلا به کنار. ولی سمی زین، کوین اوونز، پانک هم میتونه برای تو مسابقه بزرگی برای ساندی نایت مین ایونت به نظر من. ولی حالا از اونجایی که چیزی هم قرار نیست توش در بیاد، پیچش داستانی دیگه، فکر میکنم خوب باشه انجام بشه. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشی رفیق. بدرود. این روزا که تو نیستی مجبوری بیقرارم، هیچ کسو توی دنیا غیر تو دوست ندارم. تو نیستی این فاصله قاتل جونم شده، هر جا میرم اسم تو ورد زبونم شده.